همه میگن باید تبلیغ بدی، ولی هیچ کس نمیگه چطوری، کدوم بلاگر، چه نوع تبلیغی، اصلا چطوری بلاگری که بازدهیش بالا باشه رو پیدا کنیم. پیدا کردن بلاگر مناسب 5 تا مرحله مهم داره. 1. اول از همه باید بدونین بودجه تبلیغتون چقدره. هدفتون از تبلیغ چیه؟ میخواین از تبلیغ ویو بگیرین یا فروشتون زیاد شه؟ 2. باید بگردین بلاگرایی که به حوزه کاریتون نزدیکن رو پیدا کنین. مثلا اگه آنلاین شاپ لباس دارین، همکاری با فشن بلاگرها میتونه خیلی موثر باشه. یا مثلا اگه موبایل و وسایل جانبی موبایل میفروشین، همکاری با اینفلوئنسرهای حوزه تکنولوژی میتونه فروشتون یه تکون اساسی بده. تو مرحله 3 باید حداقل 5 تا بلاگر رو پیدا کرده باشین که بینشون با توجه به قیمت و بازدهی یکی رو انتخاب کنین. تو این مرحله خیلی مهمه که بفهمین اون بلاگر فالوور و لایک و کامنت فیک داره یا نه. مثلا اگه کامنت ها فقط ایموجی ان، احتمالاً فیکن. یا اگه اکانت های فالوورها اسم و عکس واقعی ندارن و یه آیدی رندوم دارن، احتمالاً خریداری شدن. اگرم دنبال آمار دقیقین، یه سری سایت ها هستن که توشون میتونین آیدی بلاگرها رو وارد کنین، بفهمین چقدر ارزش تبلیغ دارن. یعنی با توجه به انگیجمنت ریتی که میدن، میفهمین چقدر تبلیغتون میتونه موثر باشه. درصد انگیجمنت ریت یا همون نرخ تعامل، یعنی چه تعدادی از مخاطبا با اون پیج تعامل مداوم دارن. برای آشنایی با سایت و نرخ تعامل به کپشن سر بزنید.